بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اومدیم با تغییر دوربین آنالوگ به دیجیتال. ببینین دوربین های آنالوگ در 10 سال پیش دوربین های برند بازار بود، یعنی دوربین روز بازار بود که الان با توجه به اینکه کیفیت دوربین ها رفته بالا، در دو مدل IP و HD فعلا در بازار دوربین موجود هست که ما برای مغازه فروشگاه آقای پاکدل که دوربیناشون قبلا آنالوگ بود و خودمون گذاشته بودیم، حالا ایشون خواستن که تغییر بدیم و دوربینای آنالوگشون رو به دیجیتال داریم تغییر میدیم. خب این DVR آنالوگشون بوده، همینطور که میبینین. دوربین آنالوگ خوبیش این بوده که هاردشون سالم بوده و نیاز نیست که دوباره هارد بگیریم. ما هاردشون رو آوردیم بستیم روی دوربینای یعنی DVR HD تا انشالله ادامه کار رو بریم روی کار ببینیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت آقای پاکدل هستیم در مجموعه لوازم آرایشی و عطر. همونطور که قبلش هم گفتیم در حالت تبدیل دوربین های آنالوگ به دیجیتال هستیم. الان دوربینی که گذاشتیم، این دوربین 2 مگاپیکسل لنز فول هان هست که اگه بخوام یک مقایسه ای بکنیم با دوربین های آنالوگ، تو این فیلم کاملا میتونیم متوجه بشین که فرق آنالوگ و دیجیتال چی هست. ببینین این دوربین های آنالوگ هست، یعنی 2 تا دوربین آنالوگ هست که بازسازی شده و یک دوربین HD. ببینین دوربین الان داره چیکار میکنه؟ با کیفیت آنالوگ 700 TV لاینی که قبلا چند سال پیش بوده آقای پاکدل؟ 8 سال پیش ما براشون گذاشتیم و هنوز داره کار میکنه. اون موقع این دوربین های برند روز بود که حالا دیگه شده بحث ارزم با حضور شما HD. دوربین های HD میشه این و دوربین آنالوگ میشه این. HD هم ما 2 مدل HD هم داریم، HD فول هان و HD برد HS که این برد فول هان هست.